بچه‌ها چطورین؟ امروز اومدیم با قسمت جدید منطقه آزاد. توی ویدیوی فرار از رنگ ها دیگه بهتون گفتم مپم پاک شده، برای همین اومدیم داریم با ماینکرافت منطقه آزادمون رو داخل پیل گاردن. البته تفنگ هم داریم نترسید. این دفعه تفنگ آوردیم. چیه تفنگی؟ زد وان شاتش کردی یا خدا. دو تا مد نیاز بود ولی من مد تفنگ رو نذاشتم براتون دیگه، حالا ببخشید. اوکی بچه ها همینجا به نظر منتظر شب بمونیم تا بیام چیز بگیریم از این اورای باحال بازی بونیم. چیه؟ یه اورای این شکلی هست. ریسی نمیدونم چیه. تو شبم که شد دیگه باید بریم دنبال کریکینگ. بله باید بریم دنبال کریکینگ تا ازش رید. البته اگه بالای درختم اسپانشه میشه. واقعا بالای هیچ درختی امیدوارم اسپان نشه. من یه لحظه رفتم تو اینونتاریمو دیدم کریکینگ هارت داشتم. به صدای کریکینگ هم میاد توی این که صدای زامبیه ولی کریکینگ هم داشت صداش میومد. ولی خب من باید بیام کریکینگ رو دوباره اسپان بکنم با دو تا از این چوبا که راستی یه دونشم بردارم بسته. یه دونه کریکینگ بسازیم. اینو میذاریم اینجا، بعد اینو میذاریم روش. اسپان شد. کجا اسپان شد؟ بخوب کجا اسپان شد؟ وات کجاست؟ الان کریکینگ هارت هشو گذاشتم کجا رفت؟ این پایین کجاست؟ شاید این پایین باشه ولی کجای این پایین؟ اوکی بچه این کریکینگ گذاشته بودیم. وای من نمیخوام رومو بچرم. یا خدا وای یا خدا بسو ببینم جونش نمیمیسه. وای چون جونش بینم یا چون نمیمیسه. چقدر جون کم میکنه چم. کجاست درخته یا وای این کریکینگ ماه وایسا.
یا خدا. چقدر اینجا مابه تون برو پایین برو پایین برو پایین. خدایا اینا تو جهاز من. برای این چون روبش نیستم وای اینجاست. واقعا نارو وای چه خفنن. وای واقعی کیک نیست. کیک نیست. اوکی بعدم برمیگردم. بچه ویدیو پاز نشده بود. اوکی من اینو که میکنم این خاموش شد. من این رو هم میکنم اینجوری میشه و اوکی من میتونم کریکینگ رو ببرم و با خودم الان یک کریکینگ تو دست منه. وای چی فکر کنی من چطوری کریکینگ دستم آخه؟ باید خبری که جلوی شما چی تاچ گرفتم. واقعا شما که میبینین من زایم. بریم. واه چطوره؟ واو such a wow. اوکی من پارکورم هم خوب نیست بچه. مثلا کجا بریم؟ پیل گاردن مثلا هیچی نداشت فعلا. بریم دنبال اصلا چه کاریه؟ من 2 تا پیل هی خدا یه دونشو بر نداشتم. اوکی برگشتم همینجا.
دوباره من یادم باید یادم بمونه که یا خدا وای به نظرتون شیلم داره میشکنه اینقدر باش کار کردم. تازه سریمونم تازه جدید شروع کردیم ولی بازم همینجوری سریمونو جدید شروع کردیم. چیز ورد جدید یعنی ریختی چطوری الان؟ اونجا که اصلا شیلم شکست خب، ولی الان دیگه نمیشه شیلم شکست. الان چرا شیلم میاد این ور به جای اون ور؟ بسید من یه ریلودش که میکنم باید اول روش بمونم بعدش تموم شد. رادم ولش ندارم بره ها. چه نمکه اوکی بریم. یو ابوالفضل این دزرت نمیدونم چیو بیارم. دزرت نمیدونم چیه. برای اولین بار رسیدیم به یه دونه چیز بایوم صاف. البته توی ورد قبلیمونم رسیده بودیم ولی من همین قدر بایوم صاف رسید بریم پایین. به نظر امن و امان برای اینکه واتر باکت نگرفتم باید. اوکی من دوبار چیز اسلش give @p واتر باکت. این یکی ها دیگه به شما میگم واتر بوکت باکت تمام. اوکی چون میترسیدم بیفتم بیچسبم کف زمین. بریم پایین چون میترسیدم بیفتم بچسبم کف زمین. برای همین رو واتر باکت برای امنیت بیشتر گرفتم. یا خدا چیه
داخل پیل گاردن اسپام میشین و آره دیگه شاید خیلیاتون دوست نداشته باشین، برای همین بهتون نمیدم سیدشو. اوکی بچه، به نظرم من اینجا رو بکنم، شما بعد اینجا نردبون بزنم تا پایین استریپ ماینینگ، مثلا اینجا تا ارتفاع منفی 59 تا اولین لایه استون. اوکی خسته تونستم پیدا کنم توی ماین کردن تونستم گلاک پیدا کنم و یه عالم هم اسپنگ. اوکی من این آخریم اجازه بدن من این آخریم بذارم، بعد بریم شروع کنیم به استریپ ماینینگ. تو هم موقعی همون برای که سر دوستات اومد سرت منو که فشاری بشونه نمیبارم نمیدونم یادم تیر باید تفیده کریپر دیدم برو کنار بلاکو میگیرم دستم، کسی میخواد منو فشاری کنه همین بلاک یه زنم
اوکی بچه ها، حداقل 2 تا دایموند بالاخره پیدا کردیم. چقدر زیاده. خدای من از بکنیم تا اینجا فقط what نمیدونم. بلندیک سلیت عجیبه، شهر و عجیبیه. اینجا نبود حداقل، اینجا اونجا خالی بود. وای نگاه کن چقدر دایمنده. وای اینقدر دایمند، منو اینقدر خوشبختی محاله. یا خدا چقدر زیاده. بالاخره تموم شد. او مای گاد 53 تا دایمند، 55 تا دایمند با 15 لول ایکس پی. واقعا خیلی خفنه. اوکی به نظرم چیز کنیم بعداً بیایم بقیه سیر فایندینگ رو بکنیم و الان دیگه تموم کنیم ویدیو رو. اوکی مرسی که این ویدیو رو تا نگاه کردین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. مرامی کانال چی دارم میگم، لطفا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی بای.